السلام محمدی و علی. خب منم باید چی شد؟ سلام برعکس یوتیوب، سهیل اقتصادی هستم. امروز با آقای سرطان. این اسمو توضیح میدید چرا سرطان؟ داداش خیلی عجیبه. اولا که سلام، خیلی مخلصیم، خیلی چاکریم. سرطان خیلی قدیمیه دیگه. اون موقع فلاکت و نمیدونم زخمی و بدبختی و فلان اسم کم هرچی بدبخت بیچاره تر بهتر بود اون موقع. ولی اسم برمیگرده به اون موقع دیگه. ولی الان یه 2-3 سالی هست که سعی کردم یکم زوم کنم رو حاجیت بیشتر. حالا داریم حاجیت رو جا میندازیم که اون سرطان حالا کم کم از پنجره بندازیم بیرون. شما خوبی آقای دکتر؟ خوب. من یکی از بچه‌ای که رپر بود میگفتش که من وقتی شروع کردم همین داستان سرطان تو بود. میگم همه چیز زندگیم داغون بود و اینا. میخواستم آهنگ بخونم که از غم و غصه‌ام صحبت کنم. بعد حالا غم و غصه‌ام معروف شد. بعد به خاطر اینکه معروف شدم وضعم الان خوب شده، دیگه غم و غصه ندارم راجعش حرف بزنم. بعد آهنگای جدید که میخونم مردم دوست ندارن، چون مردم میگن ما آهنگ قدیمی غم و غصه بود دوست داشتیم. خب پیدا کنید پرتغال فروش این کدوم رپره که آره دیگه. نه من اسم مخصوصا رپ که الانم میخورده نسبت به قدیم الان خیلی بیشتر طرفدار داره و بیشتر شنونده داره و اینا، نباید بار منفی داشته باشه دیگه. اون موقع ها اینجوری نبود، ولی الان بار منفی خورده ضرر داره واسه استریم تو شنونده. صندوق‌ها هم اینجوریه دیگه. مثلا به اون موقع میگفتی سرطان، میگفتن دم اینا مثلا چه باحال سرطان فلان. الان میگی سرطان بیا چی؟ چرا اسم سرطانه واسه چیه؟ مخالف سرطان چی میشه؟ یعنی بخوای سرطان مثلا بگی چی میگی؟ مخالفش یعنی چیه؟ مریضی تخمی‌تر؟ نه یعنی سرطان خیلی داغونه، واسه 4 سال 5 سال پیش خیلی خوب بوده. با اون توضیحی که تو الان دادی اسمو بعد الان 4 سال 5 سال پیش هم حتی خوب نبوده. اوه 15 سال پیش خوب بوده. جدی میگم. آره ما حتی مثلا اومدیم یه ماده تبصره بذاریم که آقا منظورم سرطان فلان. نه جواب نمیدید. همون سرطانه که هست. سرطان نمیدونم بهبود باید باشه. حالا اصلا بذاری ضد مرگ. نه اتفاقا به اسم جدید فکر کردیم با بچه‌ها، به اسم مثلا هم بد نباشه اونجوری ولی مثلا چیزام نباشه. فیس بن. نظر شما چیه؟ فیس بند یا فیس بن؟ فیس بن. بعد یه چیزی هم باشه که صورت نداشته باشه همیشه کارش. فیس بن. دیدی مثلا حالا شما که اصلا دارین تو کانادا یه چیزی به اسم فیس بن ندارین؟ اول میخوای بری یه جای فیس چکت بکنن ببینن فلان فیس بن نباشی اینجا. آها مخصوصا تو ونکوور. من تو ونکوور اینو دیدم قبلا که یه جایی رفتی اول عکس میگرفتم ببینم فیس بن هستی یا نیستی. فیس بن اسم جالبیه. خوبه. حالا یه خورده از برام چیز بگو. از شنیدم یه رابطه خیلی خوشحال داشتی. رابطه خیلی خوشحال، ولی نه خوشحالم نبودم. چنین اولش چی؟ اولش خوشحال بود یا بعدش بد شد؟ من حالم بد بود. آخه خیلی موقع‌ها آدما رابطه‌ای که هستن که خوب نیست، بعد خودشونو بلیم میکنن، میگن تقصیر من بود و ادامه میدن تو رابطه که بهتر شه. تو همین بودی؟ نه من شاید یه سری خلاهایی بود که آدم بعضی وقتی احساسش میکنه اون خلاه رو، شاید یه کس اشتباه رو رابطه تو زندگیش که بخواد اون رو پر کنه اون رو باش، و بعد اون موقعی که هستی، اون لحظه‌ای که داره اتفاق میفته نمیفهمی و بعداً میفهمی که داغ بودی، خر بودی. مال من یه چیز تو مایه‌های اصلا چرا رو چه حساب، مگه خر بودی، مگه اصلا چیت کم بود، از یه چیز توی مایه‌ها بود میدونی. ولی خب یه چیزی بود که زیاد درگیرش هم نشدم دیگه. چرا درگیر مالیش یه خورده، چرا بخاطر لحاظ تاوان دادن، چرا ولی غیر از اون زیاد درگیری ذهنی نشدم، چون من امریکا بودم. یعنی قبل از این که بخواد به امریکا برسه این اتفاق کنسل شد و اینا، واسه همین زیاد درگیری فکری من چنین نشدم. ولی چرا وقتی رفتم ایران درگیری
تاوان مالی داشتم که بالاخره یه نقطه کوتاه ولی سیاه بود که گذشت، خدا رو شکر. اوکی، من 2 تا سوال دارم راجع به این نقطه سیاه. یکی این که میدونم میگی مالی بود و مالی باش دیل کردی تموم شد، ولی من احساس میکنم، یعنی فکر میکنم، نه که احساس میکنم، فکر میکنم این که ضرر احساسیش خیلی قوی تر باشه که یه نفر که تو دوست داشتی، یه نفر که اینجوری سر پول داره تو رو فلان میکنه، تازه نه خیلی پول، سر پول خیلی معمولی داره تو اونش که 100% اونش باری حرفت اگه ادامه داره بگم که نه به این سال اولم بود. عموما آره جنرال شاید اینجوری باشه، ولی این من چون خودم یعنی واقعا کسی رو جز خودم ندارم که بلیم کنم نسبت به این قضیه، واسه همین سعی میکنم که ساکاپش کنم، بگم که دیگه ایرز بوده. ولی میگم اینی که داری میگی واقعا یه مسئله مهمیه، اینقدر اتفاق میفته واسه همه تو ایران مخصوصا، و مثلا یاری میبینی مسیر زندگیش عوض میشه، مثلا یه چیز دیگه اتفاق، ولی واسه من حقیقتا نه، این خدا رو شکر واقعا میدونی زیاد درگیری میگم مغزی احساسی بعد از اینکه تموم شد نداشتم، خیلی راحت پذیرفتم و خداحافظ. به اون درس بهش نگاه کردی بیشتر تا بخوای توش قاطی کنی خودتو. 100%. من اتفاقا آدم خیلی درس بگیری هستم زیاد به قرآن، چون اتفاقای واقعا عجیب غریب عجق وجق 1 در میلیارد که خوبه، 1 در زگلیارد اصلا آقا نداریم، نادر، من نادرش شدم یعنی فقط واسه من میفته. آره دیگه، خلاصه منظور انقدر اتفاق فراز و نشیب ها و چیزا رو رد کردیم، اتفاقای عجیب غریب واسه من افتاده تو زندگیم. حالا نمیدونم یکی از سوالات همین شاید زندانه باشه و اینا، ولی انقدر بالا و پایین زیاد رد کردیم که زیاد چیزی دیگه برق چیزی من نمیگیره. دیدی چی میگم؟ خب دمت گرم، مرسی. حالا سوال دومم اینه که اگر بتونی به خودت یا یه نفر مثل خودت توی 5 سال پیش 10 سال پیش یه نصیحت بکنی که باعث بشه تمام این نقطه سیاهو تو از رد بکنی به سر نیاد، چه نصیحتی میکردی؟ تا بعد از 30 سالگی فرق نمیکنه پسر دختر، تا بعد از 30 سالگی اصلا به هیچ رابطه جدی فکر نکنن. تنها چون احساس میکنم بعد از 30 سالگی آدم، یعنی تو اون دهه 30 آدم یکم پخته تره نسبت به بقیه، میدونی چه زیر 20 چه توی 20 و 25 چه 25 تا 30، چون احساس میکنم بعد از 30 هر سالی که میگذره آدم پخته تر میشه. اینو از کجا فهمیدی؟ خودت فهمیدی یا جایی دیدی؟ دقیقاً قدیما خیلی طول میکشید تا مثلا بگم چجوری فکر میکردم، الان خیلی نزدیک به نزدیک چجوری فکر میکردم میدونی چی میگم؟ مثلا که قول بودیم مثلا ماه پیش اینجوری فکر میکردیم. راست میگی، خدایی راست میگی. یکم سرعت اون فهمیدنه یکم احساس میکنم بعد از 31 بیشتره. آره راست میگیم. حالا من 2 تا چیز متفاوت با هم بگم. یکی اینکه یه یارو هستش روانپزشک، خیلی روانپزشک خفنیه، یعنی وقتی میاد میگه تا حالا فکر کنی اگه بیل گیتس با زنش دعواش بشه پیش کی میره؟ بعد این سوالش خیلی جالب بود واسه من، چون یه فکر می‌کنم راست میگه، مثلا میگه اگه پوتین تو رئیس راشیا با زنش دعواشه پیش کی میره بحث کنه؟ بعد پشمام ریختم، راست میگه، خب اینا آدم‌ها، اینا کمک میخوان دیگه. بعد ادامه میدیم مگه خب این چیز دور از عقل نیست البته که آره کابینه ریاست جمهوری روانشناسان داشته باشه. خب ولی همون دیگه میگه خب اینا کیو انتخاب میکنن؟ بعد خودش ادامه میده میگه منو انتخاب میکنم، میگه من اون کسی ام که با هواپیمای سرزدوری منو میبرن واسه 1 ساعت با هم حرف بزنن برمیگردن، یعنی من اینقدر خفنم بفهمین که من کیم. بعد میگه زنم هم روانپزشکه، بین من و زنم بالای نمیدونم 1500 تا 15000 تا عدد کلی میگه که ما کاپل دیدیم و اینا رو باهاشون حرف زدیم. میگه اگه من میخوام یه درس به همه آدما بدم، تمام همه اینا اینه که آقا تا 30 سالگی عروسی نکنین. همین یه جمله رو میگه، یعنی حرف تو رو میزنی، پشمام ریخته گفتی. خیلی جالب. اول جمله رو گفتم بودی عجب جمله اولیم. من واقعا درستش هم همینه، چون میدونی تا قبلش واقعا آدم نمیفهم، یعنی وقتی که فکر میکنی میفهمی.
آفرین. آخه دقیقا همینجوریه. دقیقا تو هر سنی فکر میکنی دیگه آخرشه اینجا، ولی وقتی میرسی به اون 30 و فلان اینا دیگه مثلا واقعا بعد مثلا آدم منگولی باشی ندیده باشی تا اون موقع خیلی همه چیز میگه درسته. یعنی کسی 32 سالش بود دیگه بابا دلندلوند دنیا رو بعد دیگه میدونی رو پا زده باشی باش. مثلا همین مثلا همین آره دیگه تا قبلش ولی واقعا یک احساس بلا نسبت، یعنی واقعا گاویته که مثلا فکر می‌کنی میفهمی ولی میگی واقعا چقدر یعنی دیوانه بودم، چقدر نفهم بودم. آره. چه کار فعلا آره ولی خب دیگه سعی میکنیم که از این اشتباهات فعلا یه 15 سالی دور باشیم. نه نگفتم اون خانومی که بهت معرفی کردم و شماره‌شو بنویس، زنگ بزن کارتون را میندازه. 0900 ایران نباشه. از آب و گل در اومده باشه لطفا. ترجیحاً دو تا آره دیدی بعضیا بلند میشن از اینجا میرن ایران زن میگیرن، میگم دیوونه ای چرا؟ دقیقاً خب همون اگر بفهمی وسطش ترمز دستی رو مثل من میکشی. آره دیگه من خوب جا ترمز کشیدم که دیگه واقعا به سردرده بابا ولم کن. من خودمو الان چیز کنم خیلی اداره کنم خیلی و بعد ضمن این که دیدنی زندگی متأهلی در نهایت بچه میخواد. من اصلا دوست ندارم. این هم یه بحث دیگه که من حالا اتفاقا چون داری من واقعا یعنی از قدیم فکر میکنم واقعا اصلا ظلمه کسی رو بیاری تو این دنیا. اینو خیلی قبول دارم. در حق یک نمیدونم موجود بعد اسمشو گذاشت، در حق یک کسی که تازه از خودت ظلم داری میکنی. خیلی قشنگ زیباست فلان، ولی من چون از قدیم نسبت به مرگ، حالا الان نسبت به مرگ خودم کمتر، پدر مادر بیشتر، میدونی اینقدر مریض این قضیه هم حالا اتفاق نیفتاده ان شاءالله من زودتر برم ولی میدونی همین من زودتر برمه اصلا داداش من 20 سال مریض این قضیه هم میدونی چه بگم. واسه همین احساس میکنم چرا باید یکی دیگه بیاری که اینقدر به خودت وابسته باشه که مثلا فلان یکی دیگه بدونه رو. واسه بعضی شیرینه، واسه من واقعا اصلا تلخه. من حالا خواهرم اینطوریه، من خواهرم دوست نداره، من خودم دوست داشتم و یه حالت الان که آوردم میفهمم که خواهرم چرا دوست نداشت و میفهمم که مثلا چقدر جالبه اون سایدم داشته باشی تو زندگی. اینی که نمیدونم چجوری بگم، تو وقتی بچه‌ای تا 17 که هیچ انی نیستی، بعد از 17 18 یه 12 سال یه تکونی میخوریم و فکر میکنیم بزرگ شدیم و دوست دختر میگیریم و رابطه میگیریم و یه سری زندگی میکنیم واسه 10-12 سال. بعد 12 سال میری توی رابطه اگه باهوش باشی، تازه اگه اسکول باشی که همون سال اول میری. بعد میری تو رابطه، بعد بچه‌ای که میاد یه جورای دیگه واسه حداقل 20 تا 25 سال زندگی دربست در اختیار ایناست. بعد خیلی جالبه واسه من چون یه راهیه که دیگه نمیتونی برگردی. خب من نمیتونم بچه‌ها رو الان بدون بچه کنم. دقیقاً جوری در اختیاری که اگر نباشی لنگ سیستم. آره اصلا سیستم میری زندان مثلا، یعنی خودت داری واسه یه بوت کمپی ساین اپ می‌کنی. بعد این موضوع خیلی اذیت میکنه، که نه که اذیت میکنه، خیلی برام جالبه که کسایی که ندارن مثل خواهرم چقدر راحته. مثلا یهو میتونه بلند شه بگه بریم فرانسه زندگی کنیم. پارسال این کارو کرد، بلند شد گفت بریم فرانسه زندگی کنیم، رفت 4 ماه فرانسه، بعد 4 ماه گفت نمیخوام فرانسه باشم، برگشت. آفرین. خانم من دیشب میگه که سهیل چرا ما بلند نمیشیم بریم یه جایی زندگی کنیم، 2 تا خونه‌مون اینجا بفروشیم، بریم اونجا 10 تا خونه بخریم، 9 تاشون رو ایر بی ام بی کنیم، خودمون باشیم اونجا زندگی کنیم، آدمای خارجی میان ازشون دلار بگیریم، با اونا هنگ اوت کنیم، هدف مسافرتن، خوشحالن، خودشون باشون شیر کنیم، اشغال کنیم، تو آفتاب باشیم، هر روز بغل ساحل. بعد همینجوری حرفاش تموم شد گفتم پاشا موموکو. دقیقاً بگو حرفتو. چون آخه ببین واقعا داستان
ببخشید خودم هم خواهیام ارستان میگم. یعنی من به قرآن نمیدونم چی مال منم همون داستانه، ولی خواهی هم بزرگ شدن. در رد نمیشه. من باورت نمیشه، خودم نمیدونم چی جوریشو نمیدونم، ولی 10 سال پیشو سفر بودم. یعنی چون که هیچ حقیقتا من اولا که یک سن خیلی پایین اومدم امریکا، خیلی پایین، 9-10 سالم بودم اومدم امریکا. بعد تا یه سنی بودم 9 سال یا 19 9-10 سال. سال 98 فابیان بارتز و اینا. آره واسه همین هیچ وقت تا اومدیم اونجا بفهمیم چه خبره اومدیم امریکا. بعد تازه اومدیم مثلا ایست کوست امریکا که حالا شاید بدونیم مثلا دیترویت میشیگان که چه جور جاییه و فلان میشه، باز تا اومدیم اونجا بفهمیم چه خبره اوردم کالیفرنیا. یعنی من هیچ وقت مثلا به من اگه بگن آقا بچه کجایی، بگم گورگان، بگم بچه کجاش، میگم کجا، یا مثلا میگم بچه دیترویت دیگه کالیفرنیا، اصلا هیچ تعلقی به هیچ جا احساس نمی‌کنم. که چی شد این حرفو زدم که الان بچه نداری میتونی بری بچرخی، مسافرت بودی. آره ما اصلا منم زیاد یه خورده مثل خودت زیاد میشه کوتاه مدته خدافظ. حالا تو که نمیگی امروز چشم درد میکرد، یعنی دیروز بعد زنگ زدم به دوستم که دکتره، چون من خیلی حوصله‌ام، من خیلی کنگو شدم، دکتر برو نیستم. بعد زنگ زدم به دوستم، بعد فیس تایم گوشه برداشت دیدم لباس دکتری تنشه. گفتم سر کاری؟ گفت آره. گفتم خب پس من I'm gonna make you work harder. گفتم پس گفتم که بیشتر کار کن. بعد گفتش که چیه؟ گفتم آقا چشم اذیت شده. بعد نشون دادم، گفتم نگاه کن انگار یکیش گل زده یکیش گل نزده، یکیش قرمز یکیش نیست. بعد دیگه خب باشه حرف زدم به قنار گفتش که اوکیه مشکلی نداره ریلکس باش. ولی همه دو گل میزنی. امروز من نصفم گل زده نصفش گل نزده خودش. گل شما چقدر میکشید؟ دیدم که شنیدم، البته یه بارم فکر کنم چطوری بیا اینجا داره به طور نشونت بدم. بیا بالا. این سگ مامان منه. بعد اسمش هم چند برو. بعد اینو آوردن مثلا با عنوان لبردور فلان بیزار فروختنش. مامانم 2.5 ساعت رفتم میدونم $1500 در الان که 3 سالش دارن آویده باید چرا لبردور نمیشه بردنش دکتر رو فلان اینا دی ان ای ژنتیک و این صحبت رو میرم چیه دیدم آقا 15 تا سگ تو دی ان ای. گفتم بابا تو رو خلاصه سگ گنگ بنگریه. حالا هر دفعه که پرسی سگ چه یه چیزی بگو. پودر جرمن شپرد. آره میشه بعد الان لبرادوری میشه واسه خودش. آره این بدبختم نه الان یه دفعه واسه چیز اومد. شما رو من یه احساس میکنم یه اپیزود با اون اگه اشتباه نکنم دیدم یه میزی از کوهستانی از گل گوشت. گل زیاد میکشی ها؟ آره اون میزه داستانش میگه شما بودی بیا بیرون. گل زیاد میکشی ها؟ آره زیاد. من اون گله که اون ویدیو هستش به خاطر چیزه، کرونا که شد همه داشتن دستمال توالت میخریدن و من ترسیدم که آقا دستمال توالت رو اوکی کنه اون کسی باشه، دوبی نبود چیکار کنیم. رفتم پیش اونو آفتابه میشیریم. رفتم 2-3 کیلو گرفتم از یه دیلر. اتفاقا داستانش هم خیلی جالبه. زنگ زدم به دیلر گفتم که آقا گل داری؟ گفت آره. گفتم چقدر؟ گفتش پوندی $750. گفتم خیلی قیمت خوبیه. واو چقدر ارزون. آره میخوام. گفت چقدر میخوای؟ گفتم مثلا یه 4 پوند به من بده. گفت اوکی 4 پوند برات میذارم کنار. بعد گوشو قطع کردم. یه رفیق دارم که آنلاین گل میفروشه. بعد میدونم قیمتش چقدره، مثلا 1000 خورده ای میگیره. بهش زنگ زدم. زنگ زدم بهش گفتم که دادا من یه گل پیدا کردم قیمتش اینه، دستگاهم تستش کردم تو هم دستگاهی که دارم خیلی هم قویه گلش،
اونس پوندی 750. گفت نه بابا واقعا؟ گفتم آره. گفت چقدر داره؟ گفتم که به 20 پوند. البته زنگ زدم پرسیدم. گفت من همشو میخوام. گفتم اوکی. زنگ زدم به یارو گفتم آقا 20 پوند تو میخوام. گفت آره واقعا همشو میخوای؟ گفتم آره 20 پوند واسه من بیار، 16 تاشو میدم به اون، 4 تاشو خودم برام میدم. بعد بدون که من چیزی بگم گفتش که اگه 20 پوند میگیری بهت میدم 550. بعد من این چیزی موقعیتی گیر کردم که خب من الان چیکار بکنم؟ از زنگ زدم به رفیقم بگم کمتر شد. خب اون که عادی خوشحاله، منم که واقعا میگم 750 است دیگه. خلاص سر درنم اون 2-3 کیلوی ما مجانی هم تازه در اومد دیگه، خیلی شیرین تر شد. تو آخه یه قیمتی همون اولش گفتی که اگه همون اول $200 میکشیدی روش بازم اوکی بود. فکر کنم مثلا $200 کمتر شده. پس اینجوری بعد چجوری میکشی؟ با پایپ و ولکینو فلان. ببین من جوینت میزدم. چون من بک‌وود میکشم. من جوینت میکشیدم با این دستگاه ویپ سیگار کوچولوها که کارتریج میخوره میکشیدم، به علاوه دستگاه والکینو که ویپرایزره. بعد والکینو آره والکینو هم زیاد. ببین گل کشیدن واسه من اون اعلانشه تا اینکه خب نه اینو بذار توضیح بدم. اینو چون من خودم ننم یه وقت سرویس شد کشیدم اونا اونجا، ولی آخه زیاد هیچی نداره. نه قشنگ توضیح میدم. تو به 2 تا چیز معتادی، من الان به یه چیز معتادم. تو به دود معتادی و THC. خب من حالا جوینت من والکینو میزدم، عشق میکردم. آقا من رفتم ایران یه ماه جوینت زدم، برگشتم اینجا همین داستان که تو میگی، والکینو دیگه به من حال نمیداد. هرچی میکشم این چقدر تخمی شده، اصلا بدنم درد میگرفت. این دوده که بیاد، همین چیزی که نشون دادی اینو من قشنگ میتونم بفهمم داری چی میگی. بعد گفتم که پس ما 2 تا چیز اعتیاد پیدا میکنیم، یکی دوده یکی THC. برای همین من هر دوستام که میارم جوینت بازه بهش میدم میگه این حال نمیده، این چون دوده رو بهش نمیده. واسه همین وقتی دوده رو بذاری کنار اوکی میشی. آخه مثلا جوینت میکشی دیگه، مثلا چند مثلا روزی 6 تا 7 تا اینا میکشم. میکشی دیگه چقدر میخوای تو جوینت گل بذاری؟ ما یه رفیقی داشتیم اینجا گلای خیلی عالی هم مثلا، یعنی تو دیسپنسری که مثلا بالاخره اینجا هست و فلان، و اگه بخوای بری تاپ شلف بگیری و اینا، این آدم یه کانکشنی داشت که اصلا هیولا با بک‌وود گل میکشید. ما هم یه 2-3 روز با هم داشتیم هنگاوت میکنیم. بعد از اون دیگه اصلا هیچ چیزی غیر از بک‌وود به من حال نمیده. بک‌وود چیه؟ من نمیدونم چی هستن. بک‌وود دیگه این سویشر نه که باز کنی وسط، برگی که توش توتون پیچیدن وقتی بازش میکنی یک هفته از برگ. فهمیدم. بک‌وود دیگه. بک‌وود نه تا حالا نکشیدم. بک‌وود نکشیدم. نه اوکی. اگر حالا این چیه دست من اگر که حالا نه این اگر بیخیال شد جولای آگست پیشتم. بریم کالیفرنیا. من هر جولای آگست میام کالیفرنیا. کجای کالیفرنیا؟ انسینو. اون جنوب کالیفرنیا، لس آنجلس و فلیناس. ولی خب با ما راهی هم به اون صورت من سان فرانسیسکو. من سان فرانسیسکو وای نمیستم. قبل از اینی که شما بخوای بیای، ما می 4 یا 5 اگه فکر کنم می 5 هم که سینکو البته شما سینکو د مایو نداری. نه. کانادا داری که مکزیکیا جشن بگیرن و فلان و اینا. خب که ما نمیرس. البته مال امریکا نیست، مال مکزیکیا است. امریکا می 5 یه کنسرتی توی ونکوور، حالا اطلاعاتشو به زودی خواهد گذاشت، ولی می 5 تو ونکوور داره. پس اگه میشه تیکتو بفرست که بیام فرودگاه پیکاپت کنم. من نوکرتم هستم. وقتی اینجا وارد میشه خیلی فرق داره کسی پیکاپش کنه یا نکنه. البته من یه بار قبلا ونکوور اومدم واسه کنسرتی، یادم سال 2017 یه کلابی بود مثل 580 582 فلان تو داونتاون ونکوور که با یه آقای پویا قلبی کنسرت اینجا داشتیم. خیلی هم باحال بود. من یه دفعه بیشتر نمی‌رفتم ولی خیلی حال کردم. ونکوور خیلی آدمای باحالی داره، ایرانیای باحالی داره، برعکس خیلی از شهرها که ایرانیای غیر باحال داره اینا. آره ولی واقعا تو ونکوور خیلی با بچه‌های ونکوور خیلی حال کردم.
5-6 روزی که اونجا بودم خیلی حال داد. ان شاءالله حتما تیکتش هم بفرست، میام فرودگاه پیکاپ میکنم میذارمت هتلت. چکرتیم. حتما یه دونه کینگم با هم دیگه بیای اصلا دستگاه رو والکینو رو میذارم تو ماشین، کیسه نمیذارم، همون روشن میکنم تو ماشین، خودمون تو کیسه باشیم. تمام برو درسته. ما در خدمت شما هستیم. اتفاقا بگم ونکوور هم این سری بیایم یه هفته هستیم که میتونیم کلی با هم اونجا اشغال کنیم و شما هم بیاین اینجا، در خدمت شما هستیم همیشه. خب بس حتما اون رو صدا میکنیم. شکر شما هست. چی شد رفتی تو کار رپ؟ تو کار رپ که من میگم همون سال 98 که ما اومدیم امریکا، موقع نمیدونم اینترنت شاید حتی هنوز در حد چیز نه، یعنی اینترنت زنگی بود دیگه. آره یه چیزه بزنیم. من منظورم اینه که بخوام بگم برعکس خیلی از رپرهای اصلا خیلی از کشورها که از من ماهواره و از تلویزیون و فلان اینا که خیلی چیزا رو اون موجا و فلان اینا دیدن، من دیترویت که وارد امریکا که شدیم، شهری که خب امینم مال اونجاست و 98 تا 2002 هم تاترینش. اصلا من اینا تو چند تا مصاحبه گفتم، توی اتوبوس مدرسه بودم، یه زن سیاه‌پوستی رانندمون بود، ناخون اینقدر پشت فلان، بعد هر روز که می اومد دنبال ما فلان آلبوم اینفینیت امینم می‌داشت. بعد باهاش می‌خوند فلان. بعد من این آهنگ اینفینیت، آلبوم اینفینیت رو 50 بار یعنی هی میزد از اول. کلا یه آلبوم 3 آهنگه بود. خیلی مثلا یعنی ما یعنی تمام بچه‌های اون اتوبوس هر یعنی با امینم میرفتیم با امینم. اینی که من از اون موقع برای همچین ریتمی هم تا قبلش میدونی ای کلک ای کلک ای کلک و ای کلک تا قبلش اینا رو شنیده بودیم. سن ما یه خورده به فسیل نزدیک. شما چند سالته خودت؟ من 41. 41 خود فسیلم دیگه. شما نه یه خدا من 35 ولی آره با 35 احساس واقعا ببین نمیتونی باور کنی فرق 39 تا الان چه احساسی داری تا 39 همین احساسی. 40 شروع می‌کنی احساس کردن، 41 به گا میری. تموم شد دیگه. در لولی که مثلا من کفش دارم روش چیز داره، پروانه داره رو کفشم، بعد دیشب داشتم کمدامو تمیز میکردم، بعد نگاه کردم گفتم نه دیگه 41 شم، نمیتونم کفش پروانه داره بپوشم. یعنی دیگه 41 قهوه میگه تموم شد. من یه پیرمردم کسی من کار نشه، میرم بیرون مثلا میرم ماساژ بگیرم، دلم دیگه میسوزه واسه دختره، میگم الان یه چیزی زیرش خوابیده باید دست بزنه، بنده خدا داره بالا میاره. حیف. قبلا میرفتم میخوابیدم میگفتم که بیا حالش رو بر، یه مشتری خوب اومد حالش رو بکن فلان. بیا حالش رو. اتفاقا داشتم دوره همی مهران مدیری رو نگاه میکردم با یکی از حالا نمیدونم کی بود دقیقاً مهمونش و اینا، که دقیقاً همین حرف تو رو زد ولی در 50 سالگی گفت یعنی من تا 49 خوب بودم، 50 که شدم از 8 جا زد بیرون. حالا تو میگی پیرمرد شدی در سن 40 سالگی، البته تو یه 40 ساله پرکار کردی دیگه ها. من آره من چون 35 ساله گلگیر عقب خورده شاخ به شاخ چپم داشتی تو سقف 2 بار دیده 100%. نه من ازم که چرخم اینجوری شده رفتم افتاده بعد دوتا اینجوری کرده یه کمک فن عوض کردم. نمیش من آینه بغل آویزون نمیدم سقف ملال چراغ عقب شکسته و اینجوریه مال ما. دست خانم دکتر نه مال من، مال زمانی که شماخر داشته رانندگیت دیگه. مال من اون تستینگ هست که انجام میدن توی چیز واسه تصادف، آدم پلاستیکی میذارن توش. مثلا کنم این ماشینه تو
فلان متر چجوری ترمز میگیره آخرم نمیگیره میره تا خشتک جمع. آره آرش سرطان ببرم. مجق نمیفهمیدم چرا این بلا سرم میاد. بگو تستینگ بوده. اقتصادی